ببخشید خانم یه لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ من باید برم. درد و نفرین بر سفر با. امروز 5 آبانه، میدونین چه روزیه؟ نه روز خاصیه؟ روز من هیچ نظری ندارم. نه امروز روز ملی زعفرونه. عجیبه. بله. میدونین که غیر از ایران چه کشورهای دیگه تولید کنندشن؟ اونم نه. شهر عجیبیه. هیچ اطلاعاتی ندارم. کشورهای مثل افغانستان و ایران و مصارف زعفرون هم میدونی چیه؟ آره اینو میدونم. چای زعفرون مثلا خیلی حال میده آدم دیگه؟ داخل دمنوش میریزن، بعد فکر کنم رو پلو هم میریزن یا تو خورشتا. غذای ایرانی تو همه چیز زعفرون استفاده میشه دیگه. مثل شعله زرد و اینا هم میتونن استفاده کنن تو ایران.